ربیع الاول. این ماه سیوم در سال شماری هجری بوده از خود یادداشت‌های زیادی را در خاطرات امت اسلامی مانده است. از جمله آن تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اینچنین در این ماه پیامبر صلی الله علیه و سلم با فرمان خداوند از مکه به سوی مدینه هجرت کرده است. جنگ بواد در همین ماه سال دوم هجری رخ داده است و آن دومین جنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از هجرت می باشد. جنگ بنی نظیر در همین ماه سال چهارم هجری بعد از جنگ احد رخ داده است. وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم و بیعت کردن صحابگان با ابوبکر صدیق رضی الله عنه برای خلافت در همین ماه سال 11 هجری و در این ماه آماده کردن ابوبکر رضی الله عنه لشکری اسامه ابن زید رضی الله عنه را برای جنگ با لشکری روم سال 11 هجری. فتح شدن قلعه هیره با دست خالد ابن ولید در این ماه سال 12 هجری. ماه ربیع الاول ماهی است که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد.